درود خدمت شما دوستان عزیز. امروز میخوام در مورد تمرینات هوازی باهاتون صحبت کنم. تمرینات هوازی رو اصلا چطور میتونید اجرا کنید. تمرینات هوازیتون رو سعی کنید با تمرینات وزنه از هم مجزا کنید و جدا کنید و با فاصله هم انجام بدید. تمرینات هوازیتون زیاد در طول هفته بیشتر 2-3 جلسه انجام ندید، چون مانع از عضله سازی و هایپرتروفی شما خواهد شد. پس تمرینات هوازیتو 3 جلسه کن و حتما با تمرین وزنت فاصله داشته باشه. حالا یه بعضیا واقعا مقدور نیست از لحاظ زمانی، میتونن بعد از تمرین وزنشون انجام، ولی قبل تمرین وزن خواهشاً انجام ندید، چون تاثیر زیادی نداره، تاثیر نداره اصلا، چون مانع از هایپرتروفی و رشدی که شما میخوان با اون فشاری که میخوان تو تمرین بیارین خستگی ایجاد میکنه و نمیذاره پیشرفت کنید. تمریناتون تو اینجور ادامه بده. دنبالم کن تا نکات بیشتر رو بهت بگم. موفق باش.